چه کار بکنیم؟ یار جان خوبی سلامتی؟ خیلی خیلیت شکر. میگم یار جان تا رقیفام میایه امروز من هم یکیم. خیلیت همینجا خودتو قصه میکنی که یارام بیایه. میریم به ختم قرآن خودتو. بابا ایت نمیشه ختم قرآن. بعد کسی خبر نکنه پاکت نده بیچاره میشه همون قضا اندازی همون طرف خوب پخته کرده باشه. کار خوبی نیه کاکه جان. میگم یار جان این از او ختم قرآن نیه که فرمیشی باشه و کارتکی باشه. اشته ختم قرآن؟ این ختم قرآن عمومیه. برو شاه و گدا در وایه یک رقم. همه شاه و گدا یک رقم میخورم. خیلی خوبه اوته که هست ما همیت ختم قرآن مایم که ریایی نباشه. آفری سلام چیه والا کاکه ایشتری چیه والا دقیقی خیلیت خیلیت کجا بخیر؟ میریم دیگه به ختم قرآن. خبر نداری؟ یا خبر داره بو سرده یار ما میگه که من خبر نکردم. با ختم قرآن عمومی خدا قبول کنه بفهمیدی؟ خدا قبول کنه. 40 دیگه 40 تا ده شو کدام بخورد جان ما اشتری خوب خیلیت جان سلامات خیلیت جان کاکه آخه دیر شدی چکر میکنی؟ میریم دیگه یار جان میریم دیگه. خب اینا کینا؟ اینا رقیف ما غلام صدیق جان. اینا را میمون کردیم دیگه شونل بزنیم به یه عطی. خیلی میمون هم میمونی اگر دهن میگردم به ختم قرآن میده. نه کمی فهم خمدان کاکه اگه وردی به خوله خور میبول کو به گوشت لب نه صبر کو. من میمونی یار خوش دارم که برای خدا انونس خور بده که خولی از اینا بخیر. آرستی انونس. خب بیننده های عزیز تلویزیون ملی از برنامه دی به دی ما و آقای حسین زاده و آقای ملا نظر یعنی امینی و آقای قلیمی که میمون ویژه برنامه ما امروز آمادیم به ختم قرآن عمومی. آفرین 12 ختم به پیشواز از 12 ختم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. انا دیگه قرار کرده خود شما میریم ببینین که باز آقای حسین زاده چه گزارشات تهیه میکنه. خب بیننده های عزیز تلویزیون ملی ایراد از برنامه دی بده که امروز خود آقای سرخوش و خود آقای امینی و غلام زقی و آقای نظامی میریم به قیزون که مربوط میشه به ولسوالی انجیل ختم قرآن شریف. خداوند قبول کنه. خداوند همین انا تمر هیچ وقت از بین نبره که مردم هم بستگی داشته باشه هم قراره میشه سر تا سری. ای خدا شما رو خیر بده. بریم پس دیگه هم 4 نفری ما بریم به ختم قرآن. بریم شما هم دعا کنین خود ما. بریم